اخبار تازه تاجیکستان و جهان را مستقیما برایتان پیشنهاد میکنیم. امروز نامه انور است و امروز با شما نخست میبینیم که در برنامه کدام موضوعها را داره. از تشکیل فعالیت سازمان اکستریمیستی به برانگیختن کینه و عداوت ایبنامه برادرزاده مفتی تاجیکستان را تغییر دادند. پرونده را دادگاه اسماعیل سامانی پیش میبرد. تگ کوسه نیم کوسه و یا در ماگنیتوگورسک چی گذشت؟ در این شهر روسیه بعد سال نو بازداشتی عمومی مهاجران تاجیک و ازبک آغاز شد. در کسی دقیق چیزی نمیگوید که تاجیکان مسئول چیزی میباشند. خلاص ما را تفتیش دارند و من نمیدانم چرا. نمایندگان وزارت فرهنگ کتاب‌های پس‌صفت و قاچاقی را از فروش بیرون کردند، اما کتاب بی خریدار تا هنوز زیاد است. آدمای صاحب منصب از خواهش میکنن که کتابی کدام خیششان یا کی همشهریشان را چاپ کنند. من همون کتاب‌ها به فروش نمی‌رود. پرونده مهتدی عبدالقادیرов برادرزاده مفتی تاجیکستان را دادگاه نویه اسماعیل سامانی بررسی خواهد کرد. قبل از ارسال پرونده به دادگاه اتهام مهتدی عبدالقادرزاده عوض شد. برادرزاده سید مکرم عبدالقادرزاده آخر ماه نوامبر سال گذشته با وعده عفو از عربستان سعودی به تاجیکستان برگشت ولی بازداشت گردید. تغییر یافتن ایبنامه امید پیوندان را به آزاد شدن او بیشتر کرده است. میرزانبی خالقزاد را در این زمینه میشنویم. ایبنامه مهتدی عبدالقادر و برادرزاده سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان عوض شد و با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی محلگرایی و دینی، یعنی که بر اساس ماده 189 کدکس جنایی تاجیکستان ایبدار دانسته شده به دادگاه اسماعیل سامانی ارسال داشته شد. تا کنون ایبنامه مهتدی عبدالقادرزاده بر اساس ماده 307 قسم 1 یعنی که همکاری با سازمان اکستریمیستی دانسته میشد و او در همکاری با سازمان سلفی ایبدار دانسته میشد. طور نزدیکان مهتدی عبدالقادرزاده امروز به رادیو آزادی گفتند حالا پرونده او در دادگاه اسماعیل سامانی مورد بررسی قرار دارد. زمانی که ما با کاتبات دادگاه اسماعیل سامانی در تماس شدیم، آنها گفتند که واقعا این پرونده به عنوان دادگاه رسیده است ولی تا حال حاضر به استحصالات گرفته نشده است و سودی و دادرسی این پرونده هنوز تشخیص نشده است. عوض شدن عیب مهتدی عبدالقادرزاده را نزدیکان وی شرح داده میگویند که مقامات در تحقیق پرونده و منصفانه صورت گرفته و آنها انتظار هستند که در نسبتش قرار عادلانه صورت خواهد گرفت. بر اساس ماده 189 قسم 1 مجازات به محدود کردن از آزادی به مهلت تا 5 سال پیش بینی میکند، اما با ماده پیشین یعنی که 307 قسم 1 که ایبدار دانسته میشد بر اساس تحریری نو وی از 5 تا 8 سال مجازات میشد. منابع آگاه میگن که عبدالقادرov هنوز سال 2013 با پیروی از جریان ممنوع سلفیان متهم شده بود و بازداشتش به حادثه 5 سال پیش برمیگردد. او در این مدت در خارج زندگی میکرد و بر اساس طلب جانب تاجیکستان به دوشنبه استرداد کرده شد و در نسبت او ایبنامه اعلان شد، اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عبدالقادرزاده را با در نظر داشت سفید شدن یعنی حالت عملی او از بازداشتگاه آزاد کرد، ولی از جانب مقامات دیگری تاجیکستان به دوباره به بازداشتگاه کشیده شد و در نسبتش این پرونده آغاز کرده شد. گزارش میرزانبی خالقزاد بود. خوب منتظر سرنوشت مهتدی عبدالقادرov میمونیم و میبینیم که حکم دادگاه از چه قرار خواهد بود. یک روز بعد از فوجیه ماگنیتوگورسک که حیات دهها ساکن را از بین برد، در مرکز این شهر یک مسافربر ترکیده باعث مرگ 3 نفر شد. در روزهای اول آوازه اطراف این دو حادثه زیاد بود و فرضیه عمل تروریستی نیز صدا داد. هرچند مقامات به زودی این ادعا را رد کرده گفتند که بنای بسیار طبقه در پی ترکیش گازی طبیعی فرو ریخت، اما درباره مشروط کرد تا هنوز خاموشند. گذشته از این بعد سال نو بازداشت عمومی مهاجران از بازار و مسجد جامع صلح‌های زیادی را در این زمینه به وجود آورده است. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمیا پاسخ به این صلح‌ها را در ماگنیتوگورسک جستجو کردند. روز شنبه هفته گذشته در شهر ماگنیتوگورسک روسیه بازداشت عمومی مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان صورت گرفت. عملیات بازداشت در حالی بود که روز 31 دکبر در این شهر یک بنای بلند آشیانه استقامتی از ترکش فرو ریخت و 39 نفر از جمله 4 عضو یک خانواده تاجیک را قربان کرد.
تاجران بازار گرند که در روبروی مسجد جامع قرار دارد گفتند که تعداد بازداشت شده ها 10 نفر اساساً زادگان تاجیکستان و ازبکستان بودند. بازداشت میکردند و به قرارگاه پلیس میبردند گویا ما کار را انجام داده باشیم. البته کسی دقیق چیزی نمیگوید که تاجیکان مسئول چیزی میباشند. خلاص ما را تفتیش دارند و من نمیدانم چرا. در روز اول سال نو در مرکز ماگنیتاگورسک در مسافه 3 کیلومتر از مکان فروریزی بنای استقامتی یک مسافربر خرد ترکید و دست کم 3 نفر را به هلاکت رساند. به دنبال این حادثه کارمندان میلیسا همراه نیروهای آمون در بنای استقامتی رقم 91 واقع در کوچه لنین ماگنیتاگورسک کافتوکاو را به راه ماندند. آنها از ساکنان طلب کردند که خانه های خود را ترک کنند و همزمان به آنها عکس چند نفر را نشان دادند. همه ما را به داخل یک اتوبوس بردند و ما شب را آنجا روز کردیم. من تنها ساعت 7 سحر اجازت وارد شدن به خانه‌ام را پیدا نمودم. کارمندان پلیس همه یراقدار و نقاب پوش بودند. دو داشتند. با ما میگفتند که از اینجا بروید و به کار ما خلل نرسانید. صورت 3 نفر را نشان میدادند. همه را برآوردند. گفتند به بیرون در تلفن به ما صورت 2 نفر را نشان دادند. ما آنها را یگان بار ندیده بودیم. اما با گذشت بیش از 1 هفته از ترکش مارشروتکا تا حال اسم 3 نفر که در داخل مسافربر هلاک شدند اعلان نشده است. گذشته از این تفتیش قضیه مذکور را نه مقامات حفظ حقوق محلی بلکه اداره اساسی کمیته تفتیشات روسیه پیش میبرد. با این حال شاهدان باور دارند که ترکیش در داخل مسافربر بود، نه در زیر بالون گازل. اول ترکیش خرد بود و بعد آن یک ترکیش دیگر صورت گرفت، اما حتی دود نیز نبرآمد. به ناگاه داخل اتوبوس آتش گرفت و کسی نیز از آن بیرون نشد، یعنی همه در داخل ماشین بودند. پس از این یک ترکیش دیگر شد و درهای عقب گازل را شکست. بعد آن باز یک ترکیش دیگر شد و علنگای آتش حتی به خبت هفتم بناها می رسید. ترکیش تا حد سخت بود که شیشه تریزه من شکست. Внутри машина взорвалась, не под машиной. نظامیان خیلی زیاد بودند. همین که ترکیش شد آنها بلافاصله در نزد مسافربر پیدا شدند. برای من حتی عجیب بود که چطور آنها در یک آن واحد آمدند. این صحبت ساکنان شهر ماگنیتاگورسک در حالی است که بعد ترکیش و فرو ریختن بنای استقامتی در این شهر یکی از فرضیه ها عملی تروریستی بود. اما کمیته تفتیشات روسیه این فرضیه را رد کرد و گفت که از زیر ویرانه های بنا آثار مواد منفجره یافت نشد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزارت فرهنگ تاجیکستان با کتاب‌های پس‌صفت مبارزه می‌برد. کارمندان این نهاد با گذراندن عملیات کوشش می‌کنند چنین کتاب‌ها را از فروش بردارند. رنگ‌های خیره در کاغذهای ارزان یک طرفی مسئله است. طور معلوم می‌شود بعضی ناشران بدون رعایت حق مؤلف کتاب‌ها را نسخه برداری و چاپ می‌کنند. شادمان یتیم در این باره گزارش دارد. این دو نسخه یک کتابی آموزش زبان انگلیسی است که یکی اصل دیگری نسخه برداری شده است. ارزششان از همدیگر 1 برابر فرق دارد. کتاب فروش ها میگویند نسخه اصل چاپ ایران است و با زیاد بودن طلبات تاجران نسخه ارزان آن را هم به بازار برآوردند. نسخه کپی شده رنگ های خیره دارد و صفت کاغذ هم خیلی پست است. با گفته کتاب فروش ها بیشتر کتاب های پس‌صفت کتاب های بچگانه اند یا کتاب هایی که برای آموزش علاوگی پیش بینی شدند. هنگام تهیه گزارش در چند دکان کتاب های نسخه برداری شده را دیدیم. با صفت خوب چاپ کردن کتاب ها عزیز نقیبزاد که در طبع و نشر کتاب تجربه دارد، ریدهای مقامات را در دکان های کتاب فروشی حل مسئله نمی داند. شاید 30% کتاب‌های درسی نمی‌رسند. مثلا کتاب‌های صنف 11 پارسال همگی 2 تایش وجود داشت. این سال با 2-3 نمود دیگرش نشر کردم. هنوزم چندین کتاب‌های درسی هست که از جانب وزارت چاپ نشده‌اند. با وجود جای داشتن کتاب‌های پس‌صفت در دکان‌ها، هم کتاب فروش‌ها
و هم مسئولان وزارت فرهنگ بر خوب شدن صفت کتاب‌ها نسبت سالهای پیش تاکید می‌کنند. وارد نمودن تجهیزات معاصر چاپی امکانیت داد که سطح صفت نشر کتاب‌های هم درسی هم کتاب‌های بدیهی بالا رود. پس بودن صفت چاپ کتاب‌ها یک طرف، محتوای بعضی کتاب‌ها هم باعث زیاد شدن غرم کتاب در برخی دکان و انبارها شده است. آدمای صاحب منصب از خواهش میکنن که کتابی کدام خیششان یا که همشهریشان را چاپ کنن. همون کتاب‌ها به فروش نمی‌رود و انبارخانه نشریات ادبی پر از کتابی محتوایش ببینیم که سوست پر است. قانونگذاری برای طبع و نشر غیر قانونی کتاب‌ها جریمه تعیین کرده است. حتی نشریات‌های خصوصی را برای این عمل می‌توانند بندند. مطبوعات خصوصی هم برای ارزان هم برای دسترس کردن اثرهای نادر در صفت پست با استفاده مثلا کاغذ با استفاده محصولاتی که برای نشر لازم است اونا در صفت پست پیشنهاد خوانندگان میگردانند. ولی نرخی نسبتاً پست باعث شده است که خریداران صفت پست را صرف نظر کنند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. هم جای کار هم سرپناه برای زنی 62 ساله که در طول عمرش چندین وظیفه را عوض کرده و زمان حتی وکیل شهری نیز بوده است، سالهاست گوشه قبر نصرانی ها به مکان زندگی او و خانواده‌اش تبدیل یافته است. این زن میگوید تنگی روزگار اجازت نداد که فرزندانش را صاحب معلومات کند و حالا دلش خجل است که نبیره ها دوران کودکیشان را در قبرستان سپری میکنند. معصوم محمد رجب با زندگی این خانواده آشنا شد و رستم جانی گزارش را تقدیم میکند. این زن مسلمان 8 سال می شود نگهبان 4000 گوری نصرانی ها در این آرامگاه است. تازه میکنم آدم ها بیوند صاحباشون یافته میتیم ما وایب دفتر کتاب نوشته مونده ما یک در ژورنال کرد آبای پر میکنم میرمده گوبه در ما باشد میتیم. آیدینای قرچیبای وی 62 ساله با 10 اعضای خانوادهش در این خانه 2 اتاقه آرامگاه زندگی می کند. چاست که تیتون گفته رفتم نه خیرخون بروام گفت که شما پیر شما بنامید گفتم من فیلم اومد سونه. او با شوهر و فرزندانش تا سال 1996 در یک خانه 2 حجرگی در شهر گلستان زندگی می کرد. وسی برفته کمتر کار کرده بیم گفتیم اویلم که تی بچه گچه ما همه برفتیم وجه بیم 3 منده نه خونه های نه انجام های هیچی نه خونه نه دیگر کس من حیران شدم خونه دست برفتگی. خانه آنها دولتی بود، بناهن تلاش برگرداندن آن سودی نداشت. سال 2011 با کمک یکی از خویش‌ها در همین گوشه آیدینای هم کار یافت و هم سرپناه. آیدینای قرشبای و با 200 سامانی نفقه و 400 سامانی معاش حالا برای این خفتگان رمزن بگوییم وظیفه خویش و تباری را اجرا می کند. این کار را برای خود با شرفانه می حسابد، اما برای پیوندان آرزو دارد که روز آنها از منزل خاموشان به محل مردم نشین می کوچند. و پرزیدنت ترکیه میگوید در حالی که پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ بیرونشوی سربازان امریکا از سوریه را مد نظر گرفته است، مشاور پرزیدنت امریکا در امور مربوط با امنیت ملی این کشور با تقاضای جلوگیری از رساندن زیان به جنگنده های کردی سوریه به خطا راه میدهد. 8 ینور بعد انجام سفر مشاور پرزیدنت امریکا رجب طیب اردوغان گفت جون بولتون به خطا راه میدهد. هدف از سفر بولتون به انقره کفالت امنیت کردهای متفق امریکا بعد از خروج سربازان امریکایی از سوریه بوده است. با نگاه به اخربک ساعت برنامه امروز را انجام میدیم، اما گزارش‌های جالب ما را میتوانید شما در 24 ساعت در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شده است. فردا من شما را با خبرهای نو منتظرم. خدا نگهدار.